سلام علیکم فریده جان. ما در گذشته نگفته بودم که در مزخرفات داخل نشی، از کیر خواهی کس کار نگیرید، یادآور نشی در تیک تاک. چتیات نگو، مزخرفات نگو که باز من حمایتت نمیکنم. یادم بازم فهمیدی ریگ زیر دندان میمانم. فریده جان من خودم خریدارت هستم، خودم گرفتارت هستم. بر سوی کسی من که خدمتگزارت هستم. بیا اینه خدمتگزارت بگی به حساب نکای شریعم، به حساب نکای اسلامیت هم. حامیدی فریده جان مویس نباش به اندازه. من که خدمتگزارت هستم بر سوی که باشی. برو با امان خدا دیگه. جگر تخون نکن دیگه، مویس نباش. من آمدی که یک دختر هستی یا یک تیک تاک تگر هستی. دیرانم دیگه نکو. فهمیدی دیگه قدر مویس نباش. با امان خدا دیگه. سلام و عرض حرمت خدمت آقای میرآقای سالنگ. آقای میرآقای سالنگ برای من یک ویدیوی تن رسید. شما با تمام بدی هایی که من دارم مرا به نکاح شرعیتون قبول میکنه. خیلی خوشحال هستم که یک افغان از افغانستان مرا به نکاح شرعی خود قبول میکنه. این مایه افتخار است. آقای میرآقای سالنگ، من پیشنهادتون قبول میکنم، من شما رو میگیرم. اما من اگه شما رو گرفتم، من نمیخوایم شما رو اروپا بخوایم. من افغانستان میایم، میخوایم امروز شما در اونجا زندگی کنم. اما امیدوار هستم جواب ما به زودترین فرصت بتین. گرچه برای من یک تا خواستگارا بودن از امریکا، از خود آلمان، از خود اروپا. اونا یک تعدادشون ناجوانی کردن، نامردی کردن، با دیگه زنها رابطه گرفتن. امیدوار هستم برای من هیچ خیانت نکنین. آقای میرآقای سالنگی، من پیشنهادتون قبول کردم.